خوش آمدید به برنامه همبستگی افغانان. اسم تیمورشاه کامرانی است به خدمت شما. ما می‌خواستیم که امروز یکی از این دوستای ما را بسیجان بریا یک معلومات درباره اینا بتیم. خودش هم یک رسام فوق‌العاده است و همچنان به کاغذبران بازی بسیار مشهور است و موفق است. همچنان به فیلم کایت رانر اینا کار کرده بودن. یک ماه پیش ما رفتیم به UCLA. یک پروگرام دارن اونجا، یک میوزیم است به نام فاولر میوزیم که در اینجا یک ایتالیایی به نام الیگرو بوئتی یک تقریبا 29 رسامی و نقاشی و چیزهایی که اینا کار کرده بود همراه افغانا به میوزیم آوردن و همچنان در میوزیم بسیجان بریا تشریف آورده بود. همراهش ما اینترویو کردیم. هم اینترویو اونا را می‌خواستیم نشر کنیم که یک ذره معلومات میده درباره امی علاقه است، درباره امی کاغذبران بازی ما، فرهنگ ما، کلچر ما و همچنان یک ذره می‌خواستیم صحبت کنیم درباره امی هنرمند و همچنان رسام فوق‌العاده ایتالیایی که به افغانستان به سال 71 تشریف آورده بود که این و کابل آمد و بعد از یک هفته بعد عاشق شد به وطن ما، عاشق شد به مردم ما و خصوصا عاشق شد به خامک دوزی که خود امی رسام تقریبا 8 سال در افغانستان همونجا بود. هم یک هتل به خود باز کرد به نام هتل وان که شاید دوستا خبر باشن و اینا اونجا تقریبا 8 سال خودشان بودن. به سفر به خانه میرفتن، خانهشان خب روم بود مگر دموجه بودن. اینا رسومی خود روان میکردن به خانما در خود داخل افغانستان در کابل. وزی خانما میگرفت که از طریق امور رسامیش خامک دوزی میکرد و 3 موضوع خامک دوزی میکرد. یکیش همین نقشهای دنیا بود که نقشه را باز اینترویو که ما شما بهتر میبینید که نقشه هر مملکت به طریق بیرقش خامک دوزی میکردن به رنگ‌های بسیار مقبول و مختلف. همچنان یک رسومی دیگر داشت که هم به ایتالیایی و هم به فارسی جملات لغات و چیزایی که خودش نوشته کرده بود به ایتالیایی او رو ترجمه شد به فارسی و یگان شیپا و دیزاین‌های ریاضی یا مهندسی که با شکل‌های بسیار مقبول بود. خوی جناب در افغانستان بود تقریبا 8 سال بعد از اینکه روسا به افغانستان آمدن خودش پس رفت به ایتالیا و بعد از 15 سال تقریبا در 1994 پس به جریان امی رسامی و همچنان خامکدوزی افغانی علاقه یافت و همو خانما را که به افغانستان در کابل همراهشان کار میکردن اینا را در پشاور در یک کمپ پس دوباره به تماس شد یافتنشان. باز دوباره رفت همراهشان از یک نگاه کانترکت کرد کمکایشان گرفت خانما را پس به کار انداخت. بسیار دیزاین‌های فوق‌العاده مقبول است. 29 پیسش در میوزیم فاولر میوزیم است که من اونجا رفتم تا تاریخ 29 جولای شاید معلوم نشه امی کتلاکش مگر تا تاریخ 29 جولای امی سنر پیسش هم اونجا است و شما میتونین خودتان به چشم خود ببینین که یک دیزاینر، یک رسام ایتالیایی که بسیار مشهور است بین المللی در کل دنیا اینا رو میشناسن یه علاقه یافت به وطن ما رفت به خود دست افغانا یک استعداد ما را نشان داد به دنیا و تقریبا در 4-5 میوزیم خود امریکا فعلا دیسپلی داره و همچنان خود در ایتالیا می باشه در روم و در میوزیم لندن. تا تاریخ 29 اگر وقت داشتین بریم به فاولر میوزیم پیسشان رو ببینیم. من یک ذره اینترویو گرفتم همراه بسیجان بریا که تشریحات خود داد درباره میوزیم و دیسپلی و همچنان علاقه خودش که فرهنگ و کلچر ماست که میخواست که از طریق استعداد خود که رسامیش است و کاغذبران‌بازی و چرخه و این چیزاست که میخواست که می جوانا دوستای خود از یک نگاه برشان نشان بده که یعنی افغانستان یک استعداد دیگه داره، یک different face داره که به غیر از جنگ و به غیر از دوزی و به غیر از مشکلات که ما میبینیم به تلویزیون. و در این میوزیم امروز ساتردی تاریخ 6 می ما اونجا رفتیم اینترویو رو کردیم. بیشتر از 200 نفر در میوزیم آمده بود. خورده بود، جوانا بود، امریکایی بود که اینا خودشان هم به میوزیم علاقه داشتن، میخواستن که هم رسامی و نقاشی و خامکدوزی افغانا رو ببینن
و همچنان میخواستن که کاغذپران بازی کنن و آمدن دیدن که چقدر فرق داره کاغذپران افغان با کاغذپران بین‌المللی یا آمریکایی که اینا بلد بودن. بسیجان گرفت برشان نشان داد که چطور کاغذپران تیربانکس میگیرن و کاغذ میگیرن شرش و چیزا رو و همچنان اینا رو قلم کاغذات که رسم خود بکشن بازو رو برشان کاغذپران ساخت. ما بسیار ساعت ما تیشه تو جزمه سوالات میکردن که ما جواب دادن نمیتونستم اونا رو به بسیجان رهنمایی کردم. خب برصورت بسیار ساعت ما تیشه تقریبا 4-5 ساعت موجود بودم و اشتکا از صبح آمده بودن. برصورت بسیار روز خوش بود به ما که جوانا امریکایی خارجی اینا علاقه دارن به وطن ما و خصوصا علاقه دارن به یک فرهنگ ما، یک کلچر ما، یک چیزی که اینا میتونن که برن به دوستای خود، به رفیقای خود به مکتب تشریح کنن که افغانستان تنها به جنگ و دایره جنگ نمیره. دیگه از اون ویدیو رو ما میخوایم به شما نشر کنیم. باز بعد از ویدیو که پس اومدیم دوباره صحبت میکنیم درباره علاقه بسیجان که تقریبا 15 هفته به چین رفته بود از طریق دریم ورکس که دریم ورکس فیلم کایت رانر ثبت کرده بودن، پر کردن در موجود خود چین یک شهر است به نام در وسترن چین به نام چگار. در اینجا 15 هفته بود 200-300 نفر خود جوانای چینایی را کاغذپران بازی را یاد داد که چطور کاغذپران به هوا بالا کنن و همچنان تاریخ و داستان چه داره و همچنان فیلم پر کردن. باز بعد از اینترویو باز پس دوباره ببینیم یک ذره دیگه می‌خواستم صحبت کنیم درباره همین رسام و نقاش ایتالیایی که به افغانستان آورده بود و خامک‌دوزی افغانستان به دنیا آورده بود. با ما باشین. اول ویدیوی کایت رانر میمونیم، بعد از باز اینترویو رو میمونیم، باز پس میایم درباره الگرو باتی صحبت میکنیم. با ما باشین. سلام خدمت دوستداران هنر و هموطنان مهربانم، یک عده که به ما آشنایی دارن، میشناسن، سلام های جداگانه و یک تعداد که البته معرفی نخواهد شده باشم، باز هم سلام های جداگانه خدمت از اونا. در چندین مصاحبه قبلی یادآور شده بودم که بعضی چیزا از توسط شوق و ذوق آدم به یک جای میرسانه. من یادم که اولین مصاحبه با سجاد جان بود، تلویزیون نگاه، حسیب جانشون، اونا با ما یک مصاحبه داشتن. تو هم در قسمت گودی پران بود و گودی پران بازی. در مشاوروها ما راستی شوق علاقه به خصوص داشتیم در کاغذ پران بازی، اما شکر خداست که تانستیم به یک قسم صحیحش پیش برده باشم و جای افتخار به من ایسته که من از طرف دریم ورک، یعنی
کمپانی فیلمسازی شاید در دنیا اولین فیلم بوده باشه که در قسمت گودی پرانبازی پر میشه و یا شاید هم آخرینش باشه. هم پارافت و ما هم در اون قسمت رول داشتیم. اونا دیساید کردن که مرا به قسم کایت ماستر اینا از ما استفاده کنند در قسمت از این مووی کایت رانر. خب به اصطلاح براتون بگویم که برای ما همون که در افغانستان یک ضرب المثل داشته میگه خرکاری هم دریای علم است. در هر مورد اگر انسان راستی فوکس داشته باشه، توجه داشته باشه و به نهاییش برسانه، افتخارش برای خودش و برای مردم شاید باشه. چرا هر کار انسان باید به اون سیستم اصلیش پیش ببره، لذتش، کیفیتش، اما جوهرش دموز. امروز ما در همین یک شرایط قرار داریم که میگیم، هم پیشتر برای تیمور جان هم گفتم که میگن لاف دیگه کس میزنه و کار دیگه چیز، اما خود ما چیزی که از توان ماست برای ما نشان بتیم اموش بهتر است. که خود ما نیستیم و نشان میتیم اوش گناه زیادتر است. اما واقعیت هموست که هر چیزی که هستیم امور نشان بتیم بهتر است. از اون لحاظ من در قسمت گودی پرانبازی یک شوق به خصوص دارم که باز رسامی های ما دیده باشیم. من در اوایل یک رسامی را پیش می بردم که در مکتب استقلال استاد مسلم جان بود، میناتورکاری میکردیم. اما میناتورکاری در امروز ببینین به قسم یک فریم ازش استفاده میشه، زیاد پیشرفت نکرده. او در ملک ماست که ما از میناتورکاری چی رقم استفاده های میتونیم بکنیم، اما در اینجا به قسم یک فریم است. خب ما استایل ما تغییر دادم، باز رسامی هایی را که نوآوری کردیم، چیزایی است که اصلا یعنی دیده نشده نشان میتونم. درخت و کو و دریا اینا همش دیده میشه. از اون لحاظ رسامیش بسیار مردم است که میکنن، اما چیزی که دیده نشده باشه، در چشم تصور نشده باشه، یک ابتکار نو باشه، یک چیزی که اصلا برای تو اولین بار باشه ببینی، مرد در رسامی من یک کار پیش بردیم. خصوصا هم یک تن ملی را که من رسم میکردم، تن ملی را بسیار وقت کشیده بودم، اما هیچ وقت نمیتونستم کی را نشان بدم اینا رقص میکنن. یعنی برای یک رسام که او را نشان به تشور بخوره مشکل است. اما این یک مفکوره در پیش ما آمده بود که ما چطور میتونیم رسم نشان بدم که شور میخوره. بالاخره موفق نشدیم تا به حالم، اما یک چیز انداختیم که در این رسم نشان میتازمی بی خود شدنه. وقتی که اینا رقص میکنن از حالت خود بی خود میشن و اینا در یک حالت دیگه میباشن که اینمی رسم امو بکراندش همی خطایی که رفته برای تو اکسپلین کرده میتونه که اینا در حالت بسیار رقص بسیار عمیق هستن. از این لحاظ هر چیز مثلا ما همیشه گفتیم یک نویسنده کتاب نوشته میکنه به 500 صفحه، 600 صفحه، 1000 صفحه تا 5000 صفحه، اما یک رسام، یک آرتیست میتونه کل موضوعات در یک فریم بسیار کوچک بگنجانه. اما باید همون چیز باشه، تو نیست که هر کس بگه اینه بدر اینه میونمت یک چیز هست. باید یک نوآوری درش نشان داده شود که چی هست. دیگر رسم و گودی پرانبازی یکی از شوق‌هایم است. همین شوق است که انسان میتونه به یک جای برسونه. اگر شوق نباشه ناممکن است که آدم به گول خود برسه. خداوند همه ما شما را جور داشته باشه. اگر شما کدام سوال داشته باشید. چرا نیست، سوال داریم. در قسمت فیلم کایت رانر بود یا در باز مسائل دیگه حاضر هستم. بسیار خوب. اگر یک ذره تشریح کنید درباره این چرخ‌ها را که داریم. باز هم آمدیم سر شوق ذوق است. راستی ما بسیار توجه خود کردیم که از اسکرچ همه چیز را که جور کنیم خودم جور کنیم.
اگر گودی پران است، اگر تار است، اگر چرخش است، از اون شروعش کوشش میکنم که ساخت دست خودم باشه. وقتی که گودی پران خود، تار خود دعوا میبینم یک احساس دیگه میکنم، چون چرخش هم از خودم، تارش هم از خودم، گودی پرانش زیادتر هم تو احساس خوشی میکنم. از اون لحاظ این چرخ ساختن هم برای من یک چی شده بود. یک چند وقت میخواستم که بهترین چرخ‌ها رو من چرخ ساختیم از سنگ مرمر. بله، چرخ ساختیم از شیشه، چرخ ساختیم. اما متاسفانه فعلا اینمی چند چرخی که فعلا اینجا هست نشان دادم میتونم. چرخ‌های زیاد جور کردیم خودم. چرخ‌های شیشمی افغانستان که استوانکاری میشه. یک تار بسیار خوبم است که ما در این شش زده میره. بر یک مسابقه نگاه کردیم. یک تار چرخه دیگه است که در فیلم کایدرانر، اگر شما در آخر فیلم بچه را دیده باشه، نمی چرخه به دستش بود. اینا رو خواستم که اینجا یک یادگار باشه، یادگار فیلمیش یه مو چرخه است. یک چرخه است که به خاطر رشخند آوردیم که ما میخوایم تار نایلون یا تار کمیکال رشخند بسازیم و چرخه شما مت رشخند ساختیم. نمیخوایم که کدام مقام برش بدم. شما از نگاه یک گودی پران باز، تار نایلون و تار کتان شما اگر مقایسه میکنید، بر یک گودی پران باز خرابترین چیز تار نایلون است. دلیلش نیست. شما هر باره که جنگ مندازین به گودی پران، شما آن واحد لود کار دارین، استاده شدن کار دارین، چیزایی را که به گودی پران لازم است اونا را شما ضرورت دارین در حالت جنگ. تار نایلون شما را نمیمانه، مو آلت ها را شما به زودترین وقت میگیرید. چرا این کش میشه؟ وقتی کش میشه شما 500 متر تار دادین. وقتی که شما این را میخواین کمیال یک لوت چپ بخوره، این حرکت شما تا انجام میتین تا او به او گودی پران میرسه یک مدت زمان در بر میگیره و او وقت است که تو لیت است. یا لوتت راسته شده یا چپه شده یا تار جتکه خورده یا ای که حریف تو را بریده. اما تار کتان خوشبختیش و خوبیش دمیست، مجرد که شما میخواین تار امیال گودی پران لوت چپ بخوره، به مو آن واحد شما مو سیگنال جتکیتان مو تکانی را که میتین اون فقط ریموت کنترل واره که به دست داشته باشین بگه لفت ترن تار کتان اونمو چرا استرات نمیشه، امو سیگنال تا راید اوی میته. دلیلش برای پروفیشنل کایت فلایر گودی پران باز تار کتان بهترین چیز است، به خاطر که کنترل سر گودی پران خود داره، کنترل سر تار خود داره و کنترل سر اندازه ایلا کردن و استاد کردن گودی پران داره. در تار نایلون که همین تارای بازم میگم از پاکستان ما هیچ خیر ندیدیم. همین چیزام در افغانستان اما سر ما مردم آوردن که اینی هم یک سوغات نوشان است که ما مردم فرهنگی کلچری با تار بسیار مقبول گودی پران بازی بکنیم. حالا برای ما تار بزنسی پاکستانی که هم از اوجا وارد شده، ایران در افغانستان ما روایت ساختن. لحاظا میخوایم که اشخاصی که به گودی پران بازی شوق علاقه داره هر قدر میتونین کوشش کنین که از تار نایلونی دور بگذارین و خطرناک هم است. استایل گودی پران بازی تان خراب میکنه، شوق ذوق تان خراب میکنه. ببینید که چرخش چقدر رنگ است. بیام در باره تار چرخه. کدام از این تارا تیز است؟ تارا تیز گفتن نمیشه، تار خوبش کدام است. اگر ببرن یکی دیگه خدا تار هر کدام تار را که بگوین ترای میکنین ما میتونیم بگویم. ببین سمپل ما برد میتونم تار اگر فوکس میشه خودش اینجا دستم میشه اینجا تلویزیون بله دمه جسته کجا معلوم میشه. بسیار آیسته رفته. اگر میرن چیزی تیز که تست مساجمانه این خودشون آیسته کنده میشه. این تار برش داره اما چون نایلون است دمجش مشکل تره. این تار دیگه که
برای فیلم رو زده بودم یام شیشه است کارش بسیار خوبش بود اما چون یک ذره خونه شده استفاده تارم این نیست که پرمسال دارم یک دفعه چندین بار باید ادامه بده او اگر بر یک دفعه جنگ کرد که خلاص شد تار خوبش نمیشه اگر یاد جنگ کرد چطور؟ هر کدام میشه که میخوای اتفاق خوب نکردش جنگ کرد باشه یک دفعه دیگه این تار نایلون است تار نایلون خود هر چیز یک تره کار دارد اگر تره کار هم تار است هم تره در گودی پران بازی معمولا خود اگه گودی پران بازایی که شوکی گودی پران هستن اونا میگن 33% گودی پرانت است 33% تارت است و 33% هم اسکل خودت که چی رقم جنگ میکردی و کدام شرایط آماده استی و چه وقت میخوایی جنگ تا چی سرحد برسانی دیگه از اون لحاظ خود گودی پران بازی یک چیز بسیار Okay, perfect. Thank you. به این چرخه چند گوت میشه؟ در این چرخه تقریبا در حدود 6 گوت ما خودم جای کردیم اما فکر میکنم که 8 گوت میشه 8 گوت یعنی یک گوت چند متر است؟ یک ترس یاردای افغانی را بگویم دیگر رقم است این یارد را که من میگم گوت این دیگه یارد چیست گوت است گوت های از اینجا که هست تقریبا 800 یارد است 800 یارد که تقریبا 1 مایل و گوت هایی که در افغانستان بود اشتایی که خود بود در افغانستان و 400 میخواد نصف زمین یا از این دو گوت افغانی نه بابا از تو موافق خانه ما نمیرسه بسیار خود بریم دو alright this save me couple trip در دیوار بود؟ اشتر شده اتن ملی افغان بسیار مفهوم یا من خود اتن ملی است که یک رسامی کرده بوده وطن ملی 3 نفر است یکیش در این تبله میزنن دول میزنن دو تا دیگه رقص میزنن من این رسم بسیار وقت پیش کشیده بودم منتها میخواستیم که زنده شود نشان بده موشن حرکت از او خاطر How was it? Did you get one of those black and white kites? Let me give you one. Oh, we're just checking out the price. Huh? We were just checking. No, I want to give you one. وطن ملی است نفر که در مابین است درام میزنن دول این دو تای دیگه در بغل رقص میکنن واسکتشون بگویی پران است کاغذ پران هم رنگ بیرق بسیار مفهوم مشکل از اینجا یک نفر گرفته بود پیش رامز برش یک باترفلای دیزاین کرده بودن از یونز شاوپرک چه مربوط عکس باترفلای و داخلش هست خانم ها گنج الفساد 1 2 3 4 5 6 یاد it's gonna take a few days to count them all اترس یک نویسنده کتاب نشته میکنه فرض مثال 1000 پیج بله یک رسام کل چیز دینامیک جای برای صدق میکنه یا یکی از رسمای دیگه بود که ایده موزیم لانگ بیچ واشنگتن برای 5 سال یولی پرانه نگاه کرده بودم بسیار مفهوم هم رسامی هم کاغذ پران هم رسامی هم کاغذ پران و ایش هم چند
سال 2003 جایزه اول گودی پران گرفت. در سان فرانسیسکو لانگ بیچ واشنگتن سیاتل. همونجا که جایزه که the largest kite festival in America. این رسم هم بود کاغذ پران. حتی بسیار problem. Your kites are like amazing. You're really good. Yeah. Thank You make it so easy. Yeah, for a person who entires life experiencing flying kites, it's going to be piece of cake. All right. Thanks for your help. Thanks for your help. Oh, let me give you guys a kite too. Probably one of those. Oh, One of each. thank I'll give you you. one and two. You can give it to me. Let me give you one more. Thank you. No, Thank you. all right. Great to meet you. Nice to meet you guys too. Have a good one, yes? Thanks for the help. خوب است جان. اگر زحمت نمیشه تشکر کنیم تو. یکی از گودی پرانایی است که زیادتر ما کوشش کردیم که استایل رسم ما تغییر دادیم بعد از مدت زیاد. ما اول میناتورکاری میکردم اما میناتورکاری دیگه حالا فقط یک فریم است. برای تنها فریم استفاده میشه. دیگه چیز میکنه نداریم دیگه یک فریم. خواستم استایل و تغییر بکنم و قسمت اوتلاین گرفتیم که زیادتر از کرییتد باشه، یک چیز نباشه که کاپی باشه. whatever is come to my mind. اما یک چیز رسامیه. امروی توش هست یا؟ امروی مارکر است. مارکر است. متوجه اگر شده باشی این تنها موی نیست. اگر توی موی فکر کنی موی نیست. این کلش بادی‌ها رو میبینین. یک ذره سکسی هست. مسئله ایش اسکیپ کس فرین نکنی. همیسون هموسون. بسیار مطلوب. مدت زیاد شده که از ما در گودی پران دمی شوق ماندیم. زیادترشم فقط یک عکس بگیم باز اکسپلینش نکنیم بخاطر که یک ذره دیتیلش مشکل است اکسپلین. دیتیلش بسیار مقبول است. خودشم بیاد آینکایش یک شعر گودی کاغذ پران. ایره خود خوانده میتونی خودت. چی نشست؟ افغان. بسیار مقبول. هر کدامش اوریجینال است. میشم خوانده میتونی اگه نتونستی باز کنی جنگی. بسیار مقبول. افغانستان با نقشه افغانستان. نقشه شما چه مقبول است. یا من موطن است منطقه این دیگه در نوع تیشو پیپر یک ذره کشیدن مشکل است. بله. از اون خاطر باید بسیار تیز کار کنی که ببینی اما نشر نکنی. بسیار تیز کار میشه. بله. اینجا هم بود گودی پران ها. اینجا هم بود. ساده. اوی چرخه. تو کار نداره. کلانترین چرخهایی که ساختیم این امی بود دستیم. تو چرخه میسازی؟ این خودم ساختیم. چند گوتا میگیره؟ دایی 6 گوت جای میشه. 6 گوت جای میشه. شاید هم زیادتر جای شه و من 4 گوت شده ایش انداختم. یا کلش از شوق میشه. شوق نباشه این چیزا جور نمیشه. تو شکل بیاره میشه. یاد داشت من نمیفهم کدام شما کشیده بود برای جالب.
خوش آمدین باز دوباره به برنامه. ایام اینترویو شد امروز بسیر جان بریا که به خود لس آنجلس زندگی میکنه. یک رسام فوق العاده است، همچنان بسیار به فرهنگ و کلچر افغان نزدیک است و میخواهد که همیشه کوشش کنه که از طریق استعداد خود که هم رسامیش است و همچنان خاص براندازی و چرخه و چیزهاست که میخواهد که به خارجی و امریکایی از طریق از او یک ذره معلومات بده درباره وطن ما. دیگه پیش از اینکه موضوع میوزیم برآمدیم همونجا ازش خواهش کردیم که اگر امکانات باشه کدام تورنمنت خاص برام بازی بگیره که با ما وعده کرد که یک چرخه فوق العاده نگاه کرده باش ببینیم. دوباره امروز صحبت کردیم حتما در نزدیکا امکان داره در عید یا نوروز یک تورنمنت بگیره. و همچنان ما در میوزیم که رفته بودیم به فاولر میوزیم در یوشله، بیننده که در خود لس آنجلس و در نزدیکای لس آنجلس زندگی میکنه، کسایی که علاقه دارن وقت دارن بریم به خود امی میوزیم ببینم در چشم خود امی خامک دوزی و رسامی امی افغانا را که امی ایتالیایی نگاه کرده بود از سال 71 تا 79 در خود افغانستان بود به اشغال و همچنان به پشاور امو خانم‌ها را باز دوباره به تماس شدم راشون و باز کانترکت کردشون امو نقاشی خود روان میکرد به پشاور باز اونا از طریق دست خود خامک دوزی افغان و کلچر و فرهنگ ما را به دنیا رساندن. ویدیو را داریم میخوایم بر شما نشر کنیم. پیش از اینکه نشر کنیم فقط متوجه باشین که این دیسپلی تا تاریخ 29 جولای به یوشله می باشه و اگر علاقه داشتین ببینین نزدیک ببینیم که یکی از دوستا زنگ زده تلفن جواب بدیم. برنامه بستگی افغانان بفرمایید. سلام علیکم تیمور جان، من خواستم یک سوال داشتم از پیش شما، گفتم که بیشتر برادر محترمی که تابلو گودی پرانار به نمایش گذاشته بدن، امکانات هست که
به فروش برسانن، پست کنن، میل کنن که بتانیم اگر خواسته باشیم که ما بخریم به چی طرف چه قسم هست میفروشن یا نه. بله ما امروزشون خصوصا شما خب میفهمین که هر هنرمند که باشه، نقاش باشه یا یک کسی که استعداد رسام که داشته باشه، عموما و متوجه بزنس نیستن و همچنان بسیجانم علاقه داره که بره به میوزیم ها. چندین میوزیم دمی ماه گذشته رفته بود، به نیویورک رفت، سان فرانسیسکو بود، در خود UCLA در لس آنجلس بود، یعنی تقریبا دمی 6 هفته گذشته بود. یعنی هر هفته کوشش میکنه که فرهنگ ما را برسانه به امریکا، مگر متوجه بزنس نیست. مگر ما برش از خواهش کردم، ما همچنان دیگه دوستان میخواین علاقه دارن که خصوصا همی قازپرانایی که در فیلم کایت رانر بود که اگر نمونهش کپی کنن و بفروشن. ما امروزشون به تماس میشم، باز بعد از برنامه شماره تلفن شما رو میگیرم. برای که من یک بچه من بسیار زیاد علاقه داره و من چند دکان از قانون اینجا فریمان پرسان کردم، اونا نداشتن. هر روز همیشه از من پرسان میکنه دیگه. بالاخره خلق من دنگ ساخته خدایی که حالا من امروز اینجا به طریق تلویزیون دیدم. اگر گوشه شما بگیریم که من نمره خود بدم از طریق لایف نه از طریق بله شما رو به هولد میمونم. شماره تلفن شما رو از کنترل روم میگیرن. باز من دوباره براتون بعد از برنامه زنگ میزنم. شماره بسیار بیار میتونم شما میتونید. تشکر تیمور جان، لطفا بکنین مهربانی. تشکر از اینکه شما علاقه دارین به برنامه ما، همچنان از اینکه پسرتان نزدیک کلچر ما نگاه کردین که در خود امریکا خود 100 رقم بازیگوشی از یک هنگامه باشه قازپرانی هم اگر باشه نباشه بازیگوشی است، مگر بازم یک چیز است که بسیار نزدیک کلچر ماست. مرد کلان است، تقریبا 37 ساله 36 ساله است و علاقه داره دیگه. آفرینش نام خدا. شما به هولد باشین، شماره تلفن شما را فریجان از کنترل میگیره. یک عالم ممنون. خدا با امان خدا. خب بیننده عزیز، تشکر از تلفنتان. این ویدیو را به شما نشر میکنیم. ویدیوی خود میوزیم فاولر میوزیم است که هم چپنا است، که همچنان گلماس و نقاشی از خود از ایتالیایی. باز دوباره پس میم یک ذره دیگه معلومات بیتم به باره میوزیم. با ما باشین. بسیار زبان در افغانستان باش داشتن. این رسم را که تشکیل بود بالاخره به این تصمیم شد که زنایی که میبینیم اینجا که دختنش با تار سوزن و این زیادتر جلب توجه از این رسام ایتالوی را زیادتر به خود همین کار دستدوزی زنها زیادتر جلب توجهش زیادتر چکده بود. تانسته بود که این بهترین چیز خود بتانه توسط خانمای افغان برا بندازه و امروز راستی هم ببینه کار دست زنای افغان برای جوانیان چی رقم ثبوت کرده که اینا چی کارها را میتونن بکنن. این گلم است. این تقریبا مثل یک بلنکت واره که میگیم کمپل. گلمش دیگه جای است که زیادتر نشان میکنن که از زنای افغانستان با کار دست که میکنن در یک فریم دیگه رشته هایی که در اینجا شده در این بغل و فارسیش هم نشته شده. باز اینجا انشاءالله میتونین ایشون ببینین که همون چیزی که به انگلیسی نشته شده به فارسی هم براتون تشریح کرده اینجا.
خب و کسایی است که اینا باز به اصطلاح سر شکار میکردن یا اوتیش میکردن یا ای که باز غلطی ها را به نام میگرفتن. ترجمه کردگی موندن ایتالیایی است. یه رسام اصلا امی رسام که بوده امیگه دیزاین کرده یک ایتالیایی است. خب همینجا یک زوم بسیار مقبول بود که من رفتشم یک همینجا زوم شود اصل جای که از کجاست. وقت بیرق افغانستان دوره خلق بوده، خلقیا کمونستا به خلق داستاست. خب هم که کم کم شدی باز دیگه باز هم مهم شد. چپنه است که در اطراف افغانستان مردم می‌پوشند. هم چادری تشریح شده بود، هم جای نمازش بوده از همون زنه یا معمول چیزیست که این چیزی کنش تشریح با فارسی شاملش شده. این کنش کار دست است، کار ماشین نیست. زیادتر رسام زیادتر به چی رسام. خوش آمدین دوباره به برنامه. اینام شد اینترویو و همچنان معلومات برای فالر میوزیم که نقاشی و خامکدوزی افغانا به دست خود افغان هم در کمپ‌های افغانستان همچنان به کابل در سالهای 1971 الی 79 و همچنان از 95 الی 2001 رسام ایتالیایی کانترکت کرده بود در افغانا. خودش خب بسیار مشهور آدم است به نام الگرو بوئتی که در روم تولد شده بود و فوت کرد در سال 96 و بعد از او امی خانم‌ها پس به افغانستان که رفتن دوباره امی کار گرفتن مگر از طریق یک نفر دیگر. در خود میوزیم که برین 29 پیس شما میبینین که هم جاینماز که دیدین که هم جاینماز بود و همچنان چادری بود. پالی از نقشه را دیدین از چندین نقشه رنگارنگ بود که او یک نمونهش است که هم در میوزیم لندن و نیویورک هم رنگ زمی نقشه را که دیدین در او جامعه است. یک فیلم هم پر شده که از طریق یک انگلیس باز با آینده برنامه آینده باز اونا را نشر میکنیم. بر صورت بسیار ما خوش هستیم که افغانای ما نزدیک ما هستن، کوشش میکنیم همیشه که با اونا به تماس باشیم، اینترویو کنیم و چیزی که علاقه دارن هم به کلچر فرهنگ خود میخواستن که به طریق تلویزیون نشر کنن و معلومات بدن به دوستان، خصوصا درباره چیزایی که از یک نگاه یک تاریخ افغانستان باشه. یعنی رسامی امروز بود مگر خواست امروزی یک چیزی بود که در دوره طالبان من بود. مگر اینا استعداد خود نگاه کردن در اینجام در یاد مسته که این 15-20 سال پیشم در میجه تورنمنت ها که می بود خود بسی جان میامد در موجه هم کوشش میکرد که جوان ها مثل که در میوزیم رفته بود همراه جوان های امریکایی به تماس بود اونجا و خود افغان ها یاد مسته که 15-20 سال پیش در میله ما میامد در موجه کوشش میکرد که می جوان ها را خود مثل ما را دیگر آواره به کلچر ما نزدیک باشه. خب بر صورت برنامه ما رو به ختم آمده. تشکر میکنم از وقتتان. خدا کنه که خوشتان آمده باشن. اگر میخواستین با ما با تماس باشین زنگ بزنین یا ایمیل روان کنین. کوشش میکنیم که ایمیل های شما را به وقتش جواب بدین. خب یک لاین جواب میتیم بعد از او برنامه بسزگی افغانان بفرمایید. بله خب بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد از وقتتان. تا هفته آینده خداحافظ. السلام علیکم.